دوست من سلام، امیدوارم که حالت خوب باشه. مجید سلیمانی هستم، مدیریت مجموعه تبلیغات محیطی تابلوساز مجید. با یک نکته ظریف در خدمتت هستم که شما به هر کاری که توی تابلوسازی میخوای انجام بدی باید به چشم یک پروژه و با برنامه‌ریزی، زمانبندی و برنامه پروژه بهش نگاه کنید. من وایسادم سر میز و میخوام یه تیکه حروف بسازم. برای ساختن حروف پیش نیاز دارم. من برای ساختن حروف باید چسبم رو میز باشه، حروف بریده شدم رو میز باشه، چلیوم هم موجود باشه، گونیا ابزار حروف سازی رو میز باشه و به ترتیب مراحلش رو انجام بدم که مراحل رو خدمتتون عرض میکنم. مثلا اگه قرار شد حروف بچسبه، اول باید حروف بچسبه. اگه قرار حروف دو تیکه است، اول حروف دو تیکه به هم دیگه متصل بشه، بعد پوست حروف کنده میشه، حروفا دونه دونه لبه‌گیری میشه، همزمان یه دونه از حروفا اگه قرار بشه انجام بشه به عنوان یه تکی پروژه حروف که داره انجام میشه باید پخش بشه، کنار گذاشته بشه. بعد میریم سر حروف بعد و بعد حروفی که انجام شد تحویل نفر بعد داده بشه، یعنی مراحل پروژه کاملا انجام بشه و زمانش هم مشخصه. شما میدونی یک همچین حروفی با این قطر قلم و روزانه مثلا 40 متر میگیری، یا یه حروف با قاطع کلمه بیشتر کمتر یا کمتر بیشتر، اینا رو لحاظ بکنید. متشکر از همراهیتون، امیدوارم مثمر ثمر باشه.